سلام مجدد عرض میکنم به مهندسان گرامی، کاربران محترم سایت ای پلن سنتر. جلسه دهم آموزش نرم افزار ای پلن در رابطه با یکی از مهمترین قابلیت های نرم افزار ای پلن به عنوان ماکروها شناخته میشه صحبت میکنیم. این قابلیت در نرم افزار ای پلن به منظور تسریع روند نقشه کشی مورد استفاده قرار میگیره. به عنوان مثال شما سیمبل هایی رو به طور اختصاصی در داخل نقشه هاتون ایجاد میکنید. این سیمبل ها در پروژه های مشابه و در صفحات دیگر هم ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد. برای اینکه ما بتونیم از این سیمبل ها یا از بخش های از مداراتمون که در پروژه جاریمون استفاده کردیم در پروژه های آتی نیز استفاده کنیم، میایم از قابلیت ماکروها استفاده میکنیم، به این صورت که اون قسمت هایی از مدار که مد نظرمون هست رو به عنوان ماکرو ذخیره میکنیم. در نقشه‌ای که در جلسات قبلی ما طراحی کردیم، سیمبل مربوط به گراند فالت یک سیمبل اختصاصی بود که با استفاده از بلک باکس در مدارمون ایجاد کردیم. ما میتونیم این سیمبل رو به عنوان یک ماکرو ذخیره کنیم و سپس در صفحات دیگر و یا در پروژه های دیگر این ماکرو رو فراخوانی کنیم و در پروژه‌مون استفاده کنیم و دیگر نیازی نیست که مجددا مراحلی رو که تو جلسات پیش در مورد این سیمبل رفتیم رو تکرار کنیم. اگر بخواهیم بخش‌های انتخابی از مدار رو به صورت ماکرو ذخیره کنیم، این ماکروها در نرم افزار ای پلن به عنوان ویندو ماکرو یا سیمبل ماکرو شناخته میشه. هر دو یک مفهوم رو داره. بنابراین برای این کار ما میایم قسمتی از مدار که در اینجا مد نظرمون این سیمبل مربوط به رله گراند فالت هست رو به این شکل سلکت میکنیم. سپس وارد منوی ادیت و بر روی گزینه Create Window Macro or Symbol Macro کلیک میکنیم. پنجره سیو از مطابق تصویر باز میشه. در این پنجره ما کافی است فقط یک مسیری رو در داخل هارد کامپیوتر به این قسمت در قسمت فایل نیم وارد کنیم تا ماکروی ما در اون قسمت ذخیره بشه. بنابراین بر روی زبانه روبروی این فیلد کلیک میکنیم. در اینجا با کلیک بر روی علامت نیو فولدر در این پنجره فولدر جدیدی رو ایجاد میکنم و نام ای پلن سنتر ترینینگ رو بهش اختصاص میدم و بر روی اوپن کلیک میکنم. حال کافی است در اینجا یک نامی رو به اون ماکرویی که قراره ایجاد کنیم اختصاص بدیم. بهترین نام خود تجهیز است که تحت عنوان گراند فالت شناخته میشه. بر روی سیو کلیک میکنیم. در قسمت Representation Type، خب از اونجایی که ما مدارمون از نوع مولتی لاین هست، نوع ماکرویی که ذخیره میکنیم هم باید به صورت مولتی لاین باشه. قسمت واریانت رو در ادامه خدمتتون توضیح خواهم داد. در اینجا بر روی اوکی کلیک میکنیم. به این شکل ما تونستیم ماکروی خودمون رو ذخیره کنیم. حالا تصور بفرمایید که ما در یک پروژه دیگه قصد داریم که از سیمبل مربوط به گراند فالت استفاده کنیم. بنابراین باید ماکروی مربوطه رو داخل نقشمون فراخوانی کنیم. برای وارد کردن ماکروهای ذخیره شده به داخل نقشه ما وارد مسیر اینسرت شده و بر روی گزینه ویندو ماکرو اور سیمبل ماکرو کلیک میکنیم. میتونیم از کلید ترکیبی کنترل اینسرت هم استفاده کنیم. توجه بفرمایید الان ماکرویی که من قبلا ذخیره کردم در اینجا وجود داره. چنانچه تیک پریویو در این قسمت فعال باشه پیشنمایشی از این ماکرو هم قابل مشاهده هست. اگر بر روی اوپن در اینجا کلیک کنیم توجه بفرمایید به این شکل سیمبل ما در هر قسمت از مدار که بخوایم
قابل جایگذاری هست و مشابه اینه که ما یک سیمبولی رو انگار از لایبرری نرم افزار داخل صفحات خودمون آوردیم. در اینجا در مدار قدرت هم ما میتونیم بخش‌های مختلف مدارمون رو به این شکل ذخیره کنیم تا در پروژه‌های آتی و همینطور در پروژه جاری بتونیم مجدد از همین اطلاعات ذخیره شده استفاده کنیم. به عنوان مثال ما در اینجا یک فیدری رو ایجاد کردیم که این فیدر شامل یک کلید مینیاتوری از نوع MCV هست و در زیرش کنتاکتور قرار داره. شما میتونید این فیدر رو به طور کامل مشاهده بفرمایید. از این قسمت بالا آغاز کردم رسیدم تا قسمت ترمینال ها. تمامی بخش های فیدر رو من سلکت کردم و برای ذخیره این فیدر تحت عنوان یک ماکرو به مسیر قبلی یعنی create window macro وارد میشم. خب در این پنجره بر روی زبانه مورد نظر کلیک میکنم. من نام پاور فیدر MCB پلاس کنتاکتور رو بهش اختصاص میدم. باید توجه بفرماییم که حتما ماکروها رو به گونه‌ای نامگذاری کنیم که بعداً به راحتی بتونیم اینا رو شناسایی کنیم و به سرعت در مداراتمون استفاده کنیم. من در اینجا بر روی سیو کلیک میکنم. دوستان بخش ماکروهای نرم افزار ایپلن قابلیتی داره به عنوان وریانت شناخته میشه. این قابلیت برای زمانی مورد استفاده قرار میگیره که شما بخش‌های مختلف یک تجهیز رو داخل مدارتون دارید و اینها رو میخواهید تحت عنوان یک ماکرو ذخیره کنید. به عنوان مثال ما در این پروژهمون اومدیم یک رله گرندفالت در صفحه مدار فرمان به این شکل ایجاد کردیم و سنسور مربوط به این رله یا CT مربوط به این رله رو سیمبلش رو در این قسمت ایجاد کردیم. حالا از آنجایی که این دو سیمبل مربوط به یک تجهیز می باشند بهتر است که ما از قابلیت وریانت در اینجا استفاده کنیم. برای این منظور ما در اینجا میایم CT و اینتراپشن پوینتی که بهش وصل هست رو سلکت میکنیم. همون مسیری رو که در قبل رفتیم و مجدد تکرار میکنیم. بر روی ادیت کلیک کردم، میام وارد قسمت create window macro میشم. خب الان ما قصد نداریم یک ماکرو جدید ایجاد کنیم، میخوایم وریانت جدیدی از ماکرو مربوط به grandfault relay رو در اینجا ایجاد کنیم. برای این منظور مجددا بر روی زبانه کلیک میکنم. این بار همون رله grandfault relay که در اینجا هست رو بر روش کلیک میکنم و بر روی سیو کلیک میکنم. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، وریانت مربوطه رو در اینجا من بر روی حالت B قرار میدم. بنابراین با زدن کلید اوکی ما در واقع وریانت B گرندفالت رو هم که همان CT گرندفالت هست ذخیره خواهیم کرد. در اینجا بر روی اوکی کلیک میکنم. خب سوالی که الان اینجا پیش میاد اینه که ما به چه صورت بیایم ماکرو CT رو الان داخل مدارمون وارد کنیم. فرض کنیم الان یک پروژه جدیدی داریم که نیاز پیدا کردیم که CT مربوطه رو وارد مدارمون کنیم. برای این منظور مجددا وارد قسمت Insert Window Macro در پنجره مربوط به Select Macro ما میایم همون رله grandfault رو دبل کلیک میکنیم. توجه بفرمایید الان سیمبل مربوط به خود رله ظاهر شده. برای اینکه وریانت بی این سیمبل رو بتونیم در اینجا ظاهر کنیم کافی است کلید تب از صفحه کلید رو فشار بدیم. توجه بفرمایید مجددا وقتی فشار میدم این بین وریانت A و B تغییر میکنه. بنابراین این سیمبل رو میتونم در هر نقطه از مدار قرار بدم. پس ما یاد گرفتیم که برای سیمبل هایی که همگی به یک تجهیز وابسته هستند بیایم یک ماکرو بسازیم و وریانت های مختلف اون ماکرو رو
ذخیره کنیم. شما می توانید چندین وریانت رو برای یک دیوایس یا یک تجهیز ذخیره کنید. ببینید من مجددا حالا وارد قسمت قبلی میشم تا مشاهده کنیم که ببینید در قسمت وریانت شما این تعداد وریانت رو میتونید برای یک سیمبل تولید کنید. قابلیت وریانت در نرم افزار باعث میشه که شما مدیریت ماکروهاتون خیلی ساده تر بشه و از طرفی سرعت تولید مدارکتون در نرم افزار بالا بره. خب این موضوعی بود که ما در مورد ویندو ماکرو داشتیم. در پروژه هایی که در نرم افزار ایپلن ما تعریف میکنیم ممکن است ما بخواهیم مجموعه المان هایی که در یک صفحه وجود داره رو به طور کامل به عنوان یک ماکرو ذخیره کنیم. توجه بفرمایید، الان من مدار قدرتی رو که در اینجا ایجاد کردم میخوام مجموعه کامل این رو به عنوان یک ماکرو ذخیره کنم. شما میتوانید به همین شکل کلیه قسمت های مدار رو انتخاب کنید و با روشی که تا الان خدمتتون توضیح دادم این رو به عنوان یک ویندو ماکرو ذخیره کنید. اما روش دومی وجود داره که نرم افزار ایپلن در اختیار ما قرار میده تحت عنوان پیج ماکرو. شما می توانید صفحات رو به طور کامل به عنوان یک پیج ماکرو ذخیره کنید. برای ذخیره سازی صفحات تحت عنوان پیج ماکرو کافی است بر روی صفحه مورد نظر در قسمت پیج نویگیتور کلیک کنم، سپس وارد قسمت پیج ماکرو و بر روی کریت در اینجا کلیک میکنم. پنجره سیو از مشابه پنجره سیو از بود که در حالت ویندو ماکرو داشتیم. بنابراین میایم بر روی زبانه مورد نظر به این شکل کلیک میکنیم. من در اینجا میام یک فولدری رو ایجاد میکنم به اسم ایپلن سنتر ترینینگ و بر روی اوپن کلیک میکنم. یک نامی رو به پیج ماکرو اختصاص میدم، نامی که در واقع بتونه نمایش دهنده آنچه در مدارمون وجود داره باشه. به عنوان مثال ما مدارمون یک MCCB داره به اضافه MCB و کنتاکتور. این نحوه نامگذاری کاملا سلیقه‌ای، شما میتونید با هر فرمتی اینها رو نامگذاری کنید. حتی میتونید براش یک پروسیجری در نظر بگیرید، پروسیجری که در سازمان شما قابل شناسایی باشه با کدینگ مشخصی که در واقع در مدارات بعدی بتونید به سرعت این ماکروها رو شناسایی کنید و از اونها در مداراتتون استفاده کنید. در اینجا من بر روی دکمه سیو کلیک میکنم. ببینید تفاوتی که با پنجره قبلی در حالت ویندو ماکرو داشت، ما برای پیج ماکرو ها نمیتونیم وریانت تعریف کنیم. همچنین قسمت ریپرزنتیشن تایپ هم در این قسمت غیر فعال هست. بر روی اوکی کلیک میکنیم. حال تصور بفرمایید که ما در یک پروژه دیگه هستیم و قصد داریم این صفحه مدار قدرت رو با همین شکل و فرمت وارد مدارمون کنیم. بنابراین بایستی ماکرو از نوع صفحات یا پیج ماکرو رو فراخوانی کنیم. برای فراخوانی کردن پیج ماکرو در داخل نرم افزار ایپلن کافی است بر روی یکی از صفحات در قسمت پیج نویگیتور کلیک کنیم، سپس وارد قسمت پیج ماکرو و بر روی اینسرت کلیک کنیم. در اینجا همونطور که ملاحظه میکنید الان پیج ماکرویی رو که ما ذخیره کرده بودیم قابل مشاهده است. فقط کافی است بر روی اوپن کلیک کنیم تا پنجره اداپت استراکچر در اینجا ظاهر بشه. این پنجره رو من بزرگتر میکنم تا پارامترهایی که داخلش هست رو بتونم مشاهده کنم. ببینید این پنجره از دو قسمت تشکیل شده. بخش مربوط به سورس که فیلدهای اون غیر قابل ویرایش هست، بخش مربوط به تارگت.
در قسمت تارگت ما مشخص میکنیم که صفحه ما در چه قسمت از پروژمون بیاد قرار بگیره. ببینید من با جابجا کردن ستونهای مربوط به این میخوام که نمایش بهتری در اینجا داشته باشن. خب در ستون مساوی که همون هایر لول فانکشن پروژه هست، ما میتونیم هایر لول فانکشن رو انتخاب کنیم که در اینجا همون WPS هست. ماونتین لوکیشن پروژهمون کنترل روم یا CCR هست. همچنین میخوایم در مدرک مربوط به وایرینگ دیاگرام که همون داکیومنت تایپ ما هست این صفحه آورده بشه. چنانچه بخوایم در این پارامترها رو تغییر بدیم، میتونیم بر روی زبانه مورد نظر در هر کدوم از این سلول ها کلیک کنیم و پارامتر مورد نظر رو تغییر بدیم. اما ستون مربوط به پیج نیم این شماره صفحه جدید ما خواهد بود، بنابراین ما باید یک عددی رو بهش اطلاق بدیم. توجه بفرمایید در قسمت سمت چپ من 3 صفحه دارم، بنابراین صفحه بعدی قاعدتا باید صفحه 4 باشه. پس میام بر روی این قسمت کلیک میکنم و عدد 4 رو بهش اختصاص میدم. بر روی اوکی در اینجا کلیک میکنیم. پنجره اینزرشن مود ظاهر میشه. این پنجره داره به ما میگه که آیا سیمبل ها و المان هایی که در این پیج ماکرو وجود داره من بیام اینها رو نامگذاری کنم، یعنی بر اساس پروژه شما این رو آپدیت و بروز رسانی کنم. به عنوان مثال ممکن است شما تو مدارتون F1 داشته باشید، توی این ماکرو هم F1 داشته باشید. خب قطعا میاد این F1 رو تغییر میده به شماره های بعدی. اگر بر روی نامبر قرار بدم این حالت اتفاق میفته و بر روی don't modify به همون شکلی که ماکرو رو ذخیره کردیم شماره ها هم به همون شکل وارد مدارمون میشه. در اینجا بر روی اوکی کلیک میکنیم. توجه بفرمایید در قسمت سمت چپ صفحه شماره 4 تحت عنوان پاور دیاگرام اضافه شد که اگر من بر روش کلیک کنم ببینید همان مدار به همان شکل و فرمت در اینجا ایجاد شده، با این تفاوت که شماره مربوط به سیمبل ها یا به عبارتی دیسپلی دیتای مربوط به سیمبل ها نامگذاری شده F8 F9 و به همین شکل در اینجا ادامه پیدا کرده. خب هدف ما صرفا این بود که به چه صورت میتونیم ماکروهای مربوط به پیج رو یا پیج ماکروها رو ذخیره و داخل مدار فراخوانی کنیم. شما میتونید مجموعه ای از صفحات رو در داخل نرم افزار انتخاب کنید. به عنوان مثال ما میتونستیم صفحه 1 و 2 رو با نگه داشتن کلید کنترل به این شکل سلکت کنیم و این رو به عنوان یک پیج ماکرو ذخیره کنیم. از همون مسیری که وارد شدیم پیج ماکرو رو ذخیره کنیم. توجه بفرمایید الان در قسمت number of page عدد 2 اومده، یعنی 2 صفحه به عنوان پیج ماکرو ذخیره خواهد شد. دوستان این تمامی نکاتی بود که در مورد ماکروها در نرم افزار ایپلن میتونستیم در موردش بدونیم و از این مرحله به بعد بایستی بتوانیم با یک نظم خاصی بخش‌های مختلف مدارمون رو تحت عنوان ماکرو ذخیره کنیم تا در پروژه‌های آتی بتونیم ازش استفاده کنیم و در سریع‌ترین زمان ممکن مدارات مورد نیاز خودمون رو تولید کنیم. بسیار خوشحالم که افتخار همراهی شما مهندسان عزیز رو دارم تا این قسمت از آموزش نرم افزار ایپلن. ممنونم از همراهیتون.